ایدی رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. صد حیف که آن رفت. السلام علیکم برادران عزیز و خواهران مهربان. ماه شریف رمضان را خیرباد گفته مردم تاجیکستان عزیزمان را با فرا رسیدن عید سعید فطر صمیمانه تبریک میگویم و از درگاه خداوند برای هر یک شما قبول طاعت و بندگی، تندرستی و خانه آبادی، سعادتمندی و سربلندی، رزق و روزی فراوان، ایمان کامل و خانه آباد، اینچنین آبادی دیار و رشد وطن عزیزمان را آرزو می نمایم. خداوند همه ما و شما را صحت و سلامت نگهبان باشد و با نیت‌های نیک و خالصانه تا رمضان‌های دیگر برساند. عید سعید فطر مبارک هموطنان عزیز.